الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو العلي العظيم. أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن ووفقنا للعمل به. در آغاز بحث سوالات و اشکالات پیرامون مسئله ولایت فقیه از کردیم ما سوالات رو در دو بخش تقسیم میکنیم. یک سری سوالاتی که مربوط میشود بین رابطه بین دین و حکومت، رابطه بین دین و سیاست، که آیا بین این دو مقوله رابطه هست یا خیر. یک سری سوالات و اشکالات هست در بخش دوم مطرح میکنیم که مربوط میشود به مقوله ولایت فقیه، که آیا ولایت فقیه استمرار همون ولایت انبیا و ائمه معصومین علیهم السلام هست یا خیر. نسبت به بخش اول چند تا سوال مطرح شد. یه سوال مهم که گاهی اوقات نه تنها در باب حکومت، در خیلی جاهای دیگر در بحث نبوت هم این مسائل مطرح میشه، در بحث امامت هم مطرح میشه. با این که سوال رو یادداشت بفرمایید. عقل بشر برای قانونگذاری و اداره حکومت کافی است. لذا ما نیازی به تقنین الهی نداریم. بله، عقل بشری برای قانونگذاری کافیه و ما نیازی به تقنین الهی نداریم که ما بگید انبیا لازم هست، ائمه معصومین علیهم السلام لازم هستن که بیان این قوانین الهی رو برای بشریت بیان بکنه. بله، تو زمانهای گذشته که عقل بشریت رشد نکرده بود شاید نیاز بود، اما الان با این پیشرفت‌هایی که بشر کرده ما دیگر نیازی به دین نداریم. بله،
نیاز به دین نداریم. این روشنفکرها بیشتر این مطلب رو بیان میکنن، نستجیر بالله، توهین به دین میکنن، دین افیون جامعه است، موجب عقب کرده جامعه میشه، مانع پیشرفت جامعه میشه. باید دین به درد همون کلیسا و مساجد و معابد باشه، به درد اجتماع و سیاست و حکومت نمیخورد. در باب حکومت اما عقل بشر کافی است در قانون گذاری و اجرای قانون. پیش از پاسخ به این اشکال یه مقدمه رو من عرض بکنم. با این مقدمه این است که در رابطه با جایگاه عقل 3 دیدگاه وجود داره. دقت فرمودید؟ نسبت به خاستگاه عقل و جایگاه عقل 3 دیدگاه وجود داره. یک دیدگاه افراطگرانه به عقل است، یعنی بیش از حد به عقل میدان میدهند که عقل در همه چیز قدرت نظر دادن رو دارد، در امور کلی و جزئی میتواند نظر بده. این نگاه روشنفکرانه است، یعنی کسانی که دین رو از عالم سیاست جدا میدونن، بله میگه ما نیازی به دین نداریم، عقل اونقدر قوی است که میتواند پاسخگوی همه سوالات بوده باشد، همه نیازها بوده باشد. این نگاه افراطی نسبت به عقل. یک نگاه هم نگاه تفریطی است که اصلا عقل رو خانه‌نشین میکنن، عقل رو خلع اصلاح میکنن، اصلا هیچ میدانی به عقل نمیدهند. میگه هر چه هست و نیست نقله، اصلا عقل مدرک هیچ چیزی نمیتواند باشد. خب این دیدگاه حضرات اخباری های ما هستند. دقت فرمودید که نسبت به عقل مثلا در فهم آیات قرآن دیگه اونی که ما میتوانیم استفاده کنیم چیه؟ روایاته. دقت فرمودید؟ اما ما با عقل خودمون این قرآن رو تفسیر بکنیم خیر، دین رو درک بکنیم نه. عقول ناقص بشر قدرت درک حقایق رو نداره. این نگاه تفریطیه. پس یکی میاد اونقدر عقل را به اوج میرساند، میگه نه عقل باید بره کنار. یه دم میان نه عقل رو به اوج میرسانند، بله عقل را از اوج میندازن پایین و همه چیز را نقل میکنن. یک نگاه هم نگاه اعتدالیه، بله نگاه سوم نگاه اعتداله که میگوید نه عقل در کلیات، بله و در برخی از امور مثل مستقلات عقلی که اینجا میدان بفرمایید عقل، ما بی‌نیازی از عقل نیستیم. شما میدونید که در اصل مسئله اثبات وجود خدای تبارک و تعالی دلیل اصلی کیه؟ عقله. مثلا تا عقل نباشد اونجا نقل کاربردی ندارد و نقل اونجا مؤید عقل می باشد. اما در برخی از امور ما معتقدیم که نه عقل مدرک حقایق نیست، اونجا باید نقل هم کنارش باشه. پس ما 3 تا دیدگاه در باب عقل باشیم. اولین پاسخی که میدیم این است که این سوال و اشکال
منبعث از دیدگاه افراطی و روشنفکرانه در باب عقل است. ما همون گونه که نگاه تفریطی را در باب جایگاه عقل قبول نداریم، نگاه افراطی را هم قبول بفرمایید نداریم. بله، ما از اساس با این مبنا چی هستیم؟ مخالفیم که نگاه افراطی باشه، اونقدر به عقل بها بدن که بگن اول و آخر عقل، برای نقل هیچ کاره هست. این نگاه افراطی است. به این سوال و اشکال هم منبعث از این تفکر افراطی می باشد و ما این نگاه افراطی رو قبول نداریم، همان گونه که نگاه تفریطی رو قبول نداریم که اصلا عقل رو از میدان به در بکنیم، دیگه هیچ ارزشی ندارد. این اول. ثانیاً بهترین دلیل بر این که عقل به تنهایی نمیتواند ما را از تقنین دینی به الهی بی‌نیاز کند، اقرار خود عقل و فتوای خود عقل می باشد که صریحاً اقرار می کند که من با همه توانمندی هایی که دارم نسبت به بسیاری از امور جاهل هستم. بله، نسبت به بسیاری از امور جاهل هستم. مثلا آیا معاد جسمانی است یا روحانی؟ عقل چه میدونه؟ بله، عقل نمیدونه. آیا عذابی که در قیامت است همانند عذاب در دنیاست یا خیر؟ دیگه من قدرت درکشو ندارم. پس اموری که مربوط به معاد است دیگه من قدرت بر درک ندارم. همچنین در امور تعبدی عقل قدرت درک آی صدقی دارد یا ندارد؟ ندارد. روشن یعنی از خود عقل سوال میکنه، من نمیتونم. نماز صبح چند رکعته؟ عقل چی میگه؟ میگه لا ادری. کی بیان میکنه؟ چاره. جهرن بارسد یا اثباتن؟ لا ادری. نحوه وضو با چگونه باشد؟ لا ادری. تو شد. اگر در نماز من شک کردم چه کار بکنم؟ یه شک بعد سه تو است. یک سری شکوک نباید بهش اعتنا بکنیم، یک سری شکوک مبطل نمازه، یک سری شکوک باید بهش اعتنا کنیم. آیا آقای عقل اینا میتونی شما برای ما توضیح بدید؟ نه، این کار من نیست. اینا تو هم بودید. پس بهترین دلیل بر این که عقل به تنهایی کافی نیست خدمت شما عرض کنم که اقرار خود عقل است. یعنی موارد فراوانی وجود دارد که عقل تسلیم میشه و پاسخی برای این گونه سوالات بفرمایید.
جناب عقل ندارد. خب این جمله رو دیگه خلاصه میخوام. خلاصه جواب آن است که جامعه ای که با حکومت اسلامی اداره می شود قوانین آن اصاره خلاصه ای از تعقل و تعبد است. آیت گرفتید؟ قوانین آن خلاصه از تعقل و تعبد است و تعبدش با تعقل آمیخته است و بالعکس. فرمودید به این معنا که تعبدش دچار تحجر نمی شود، تعبدش دچار تحجر نمی شود و نمی گوید تعبد است. واسه که سرش به در میاره تفریق در میاره. پس بنابراین اگر تعبدش متحجرانه باشه میگه همه جا فقط ادله نقلی بوده باشد، بعضی جاها از کاری گفتن نداریم. چنانچه عقل گرایی افراطی را هم پس میزند. نه، اینی که ما میگیم آمیخته با تعقل و چیه؟ تعبده. بله، بعضی جاها میداندار کیه؟ عقله، ولی بعضی جاها واقعا عقل کاری نیست، اونجا تعبده. چنانچه بعضی جاها باید عقل باشه، اونجا تعبد کاری نیست. اصل وجود ثانه. بله، اصل وجود ثانه و اصل توحید کاری کیه؟ ضرورت نبوت در جامعه این کاری کیه؟ عقله. ضرورت امامت این به حکم عقل می باشد. اما خیلی از جزئیات و مسائل دیگر اونجا کار تعبد می بوده باشد. دقت کردید؟ مثلا الان یکی از معتقدات ما چیه؟ شب اول قبل انسان فشار چی داره؟ قبل. این فشار قبل چیه؟ یعنی واقعا این قبر 1 متر در 2 متر این خدست هستون که مزیق و مزیق میشه، این جسد رو فشار میده. خدست داره که فشار قبل فشار فیزیکیه. پس اون کسانی که پودر شدن، بله، در جنگ یا تو دریا افتادن غرق شدن، اصلا اینا قبل نداره، اینا فشار قبل نداره. اینا امور تعبدیه. اینا رو باید روایات بیاد به ما بگوید، عقل قدرت درک رو نداره. پس بناهن علی هذا این سوال منبعث از یک تفکر افراطی است. یعنی اومده آنقدر به عقل بها داده است که میگن ما اصلا نیازی به تقنین دینی ندارد. عقل ما، بله، عقل ما کافی است در قانون گذاری. اگه عقل کافی باشه ما دیگه به دینداران مثل انبیا و ائمه معصومین نداریم که بیان حکومت دینی تشکیل بدن. در فرمودید ما عرض میکنیم که نه، تقنین الهی آمیخته از تعقل و تعبد می باشد که این تعقل و تعبد کنار هم می توانند خدمت یک قوانین پویایی رو درست بکنند.
حضرت ارازالک اینی که عقلم جز منابع دینه. دقت کردیم؟ ما عقل رو جدای از دین نمیدونیم. خدا حفظ کنه حضرت استاد آیت الله جوادی آملی بارها به بارها تو درس میفرمود که این تقسیم غلط ادله عقلی و شرعی. از تقسیم ادله به ادله عقلی و شرعی که غلطی همین در میاد، یعنی عقل رو در مقابل شرع قرار میدن. و خیر، ادله رو تقسیم باید بکنیم به ادله عقلی و نقلی که همه اینها در خدمت شرع می باشن. همه اینها میشه ادله شرعی. لذا شما در اصول وقتی بحث میکنید میگه ادله حق تفصیلیه، بعد میخوام این ادله تفصیلیه که حکم رو اثبات میکنیم چیه؟ بله، ادله اربعه میگیم: کتاب، عقل، بله، کتاب، سنت، عقل، اجماع. یعنی عقل در کنار کتاب و سنت. این هم که گفتیم تقنین دینی اصاره است از تعقل و تعبد، یعنی اینا کنار هم هستن. عقل مقابل نقل بفرمایید نیست، بلکه اینا مؤید یکدیگر می باشن. خب اینم خدمت با سعادتتون یک سوال و پاسخش. اما سوال دیگر که انشاءالله بتونیم امروز پرونده این بحث رو، یعنی این بخش اول رو ببندیم، این سوال مطرح می شود: در اسلام ولایت به معنای حکومت و زمامداری نداریم. واسه دقیقه یعنی چی؟ یعنی ولی به معنای حاکم نداریم. درست شد؟ ولایت به معنای حکومت نیست. پس بنابراین ما چیزی به نام حکومت دینی نداریم. خب ببین، بعضی از سوالات، بعضی از اشکالات نشان این است که این مستشکل یا این سائل به عمق مسائل پی نبرده است. درست شده؟ همین چیزی به ذهنش نیست که ولی به معنای دوسته، بله، ولی به معنای والی نداریم. پس اصلا خدمتتون از کل در قرآن و روایات چیزی به نام حاکم اسلامی و حکومت اسلامی نداریم. یک تحقیق اجمالی روی کلمه ولی داشته باشیم تا به سوال پاسخ این سوال برسیم. یادداشت بفرمایید. بفرمایید. علیک السلام و رحمت الله. خیلی ممنون، çok ممنون. در خدمتیم. بله. هر روایت که مراجعه می‌کنیم بعضی موقع امام فرمودن عقل مورد الرحمن و سوره جنان، درسته؟ بعد در مورد عقل مثلا عقل اومد در مقابل جهل قرار داد، درسته؟ بله. حالا چجوری ما مثلا حجیت عقل را از این تعریف کنیم؟ همون عقلی که شما تعریف کردید امام چی فرمود؟ العقل، یعنی شما رو به الوهیت خدا برساند، یعنی اثبات بکند خدایی هست چون تو بنده خدا هستی. دقت کردید؟ یعنی توحید رو برات از میکنه. میگه عقل مقبل در واقع هست. دقت کردید؟ از کدام عقل از میکنه اون عقل سلیم و عقل صحیح رو داره میگه. میگه عقل صحیح و سلیم اونی که انسان رو به توحید برساند، یعنی قوه دراکی است که تو رو به توحید برساند. به برکت این که انسان
به توحید و بندگی خدا رسیده نتیجهش میشه وقتی به جنان، یعنی یک شاخش ایمان، یک شاخش عمل صالح است که نتیجه عمل صالح میشه بهشت. ولی کلا عقل اون قوه است درک کننده است، ولی اون قوه درک کننده است که بتونه صحیح رو از غیر صحیح فاسد تشخیص بده، عقل رو از باطل تشخیص میده. اون سوال سایل از ماهیت عقل بوده، امام از نتیجه عقل گفته. از میکنم ببینید در این جواب امام هم تعریف عقل وجود دارد و هم اصل عقل وجود داره. ببینید میگه عقل اون چیزی است که انسان را به بندگی تا خدا را نشناسی میتوانی بندگیش انجام بدی. پس معلومه که عبادت فرق بر چه اصله. اینجا ما عبیده به الرحمن عبادت عمل دیگه، درسته؟ از میکنم این عمل، این عبادت درست فرق بر چیه؟ شناخت درسته. یعنی تا زمانی که شما خدا رو نشناسید به بندگی او نمیتوانید. اینجوری میشه مثلا بله مواظب ما خدا رو میشناسیم. از میکنم خدا ما که برای تعریف عقل فقط به این روایت که نداریم. دقت کردید شما ادله میارید برای ضرورت نبوت، اونی که اثبات کننده ضرورت نبوت کیه؟ آیات و روایات یا عقله؟ خب در تفصیل از راه اسمت ما وارد میشیم که مثلا یک کسی باشید که مثلا به راه حق ما برسه. خب میدونم کی حاکم بر این مسئله کیه؟ عقل دیگه. خیلی خوب، ما همین ما میگیم که در بعضی از مسائل باید عقل باشد، عقل نباید بیکار بگذاریم، اما از اون طرف کاملا میداندار نکنیم. خب پس ما الان در صدد تعریف عقل نیستیم، چون تعریف عقل روشنه. دقت کردید؟ یعنی اونی که بتوانه به برکت او مجبور تبدیل به معلوم بشه به عقله. منتها بحث در رابطه با جایگاه عقله. این سوالی که الان مطرح کردیم آمده جایگاه عقل رو خیلی وسیع کرده که ما اصلا دیگر نیاز به تعبد نداریم. ما جواب دادیم اینجوری نیست. نه، در برخی جاها ما نیاز به تعبد داریم، برخی جاها نیاز به تعقل داریم. اینجوری نیست که همه جا میداندار عقل باشه. خب برگردیم اصول کافی دیگه استاد در اصول کافی آمدن عقل در مقابل جهل قرار. خب از اون بر مثلا علم هم در مقابل جهله. نه ما در رابطه با از نگاه ما عقل مقابل جهله. اون علمی هم که میگیم مقابل جهله علمی که مطابق عقل باشه. علمی که مطابق عقل نباشد ما علم نمیدونیم. اون روایتی که معرض یقب عالم قد قتله جهله، کدوم عالمی که جهلش نیست؟ اون عالمی که واقعا علمش علم نیست. علمی که العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء. بله کاملی که علم باید مطابق با عقل باشه چجوری میشه؟ بعضی مثلا این معلومات اشتراک خب ولی عقل مثل عقل عادی کار نکنه. ربطی به عقل نداره. چرا ما اون عالم بابا علمی که اثر نداشته باشه، عالمی که به علمش عمل نکنه او عالم نیست، اون میشه جاهل. درست کردید؟ کسی که علم نداشته باشه عین عمل نکنه، علم داشته عمل نکنه، نمیگی که عالم نیست. عالم هست ولی مثلا اون عالم واقعی نیست. نمیتونیم که مثلا این روایت چی میگه؟ العالم بلا عمل کالشجر بلا ثمر. درست کردید؟ یعنی همین میخوام میگیم، میگه درختی که ثمر نداشته بوی اصلا درخت نیست. اینجا میگیم عالمی که به مقتضای علمش عمل نکنه بوی علم نداره، او با جاهل چه فرق داره؟
شیخ خدا عالمی که به علمش عمل نکند با اون جاهل چه فرق داره؟ چه فرق داره؟ او بحث اثر عذاب نه، الان از ثمر عملی عالم بداند و عمل نکند، جاهل ندانسته عمل نکنه، اگه عمل نکرده میگه پس هر دو تاریخ عملن. دقت کنید اون دانسته ترک کرده، این ندانسته ترک کرده. بعد حالا اثرش چی که قیامت بمونه. پس ما در روایات ما جهل مقابل کیه؟ عقله. دقت کردید؟ چون عقل حالا باید نشید از ریشه اقال میاد. دقت کردید؟ یعنی اونی که انسان رو از افراط و تفریط باز میداره، انسان رو در مسیر درست قرار میده. این کار میده کار عاقلانه هست. خب برگردیم به اون سال که کلمه ولایت به معنای حکومت و زمامداری نداریم، ولی به معنای حاکم نداریم. از کردیم که اینم سوال برخواسته از عدم تعمق در رابطه با این واژه و معانی این کلمه می باشد. یادداشت بفرمایید. واژه ولی و مشتقات آن به صورت اسم و فعل 233 بار در قرآن آمده است. واژه ولی و ولایت و مولا که مشتق شده از کلمه ولی می باشد، در معارف اسلامی ما به ویژه در بحث امامت جایگاه بسیار مهمی دارد. بر اساس موارد استعمال کلمه ولایت در قرآن میتوان یک قدر جامع در میان همه اونها به دست آورد و اون عبارت است از ورد. بله؟ ولی، والی، ولایت، امثال اینها قدر جامع همه را چیه؟ قرب و نزدیکی. توضیح بدید. مراد از این قرب یک نحوه نزدیکی بدون فاصله بین دو شی را گوید. که موجب نوعی و مالکیت و تدبیر در دیگری است. بله؟ یعنی دو شخص، دو چیز اونقدر به هم چیزن نزدیکن که یکی حق تصرف دارد در دیگری. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. دقت فرمودید؟ پس قدر جامع کلمه ولی به معنای چیه؟ قرب، یعنی نزدیکی بین دو شیء است، بدون این قرب فراوان و شدت داره که به احدهما حق تصرف و مالکیت در دیگری دادن.
به این از نظر قرآن به دو نوع ولی و ولایت مثبت و منفی تقسیم می شود. پس ما از نگاه قرآن دو نوع ولی داریم، دو نوع بفرمایید ولایت داریم، ولایت الهی و ولایت طاغوت. این آیه دقت کنید. و ما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر. و ما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر. اینجا داره ولایت رو منحصر میکند به الله تبارک و تعالی. من ولی ولا نصیر. باز در آیه دیگر اینجور میخونیم ولم یکن له ولی من الذل و کبره بفرمایید تکبیرا. آیه دیگر قل اغیر الله اتخذ ولیا. قل اغیر الله اتخذ ولیا. پیغمبر به این کفار بگو که آیا من غیر خدا رو به عنوان ولی اتخاذ بکنم. اینا اشاره همه داره برای نفی ولایت باطل. دقت کردید؟ یک سری آیاتی داریم که اثبات کننده ولایت حق است، مثل فالله هو الولی، فالله هو الولی. باز و هو الولی الحمید. منظور اینا رو میخونیم بعدا میگیم ولی این مستشکل گفت که به معنای حاکم نداریم. پس این آیات چی میخوابیم؟ انت ولی فی دنیا و آخره و هو یتول الصالحین. و اون آیه معروف در آیت الکرسی الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. سلام ببخشید، این کلمه ولایت حکم تکلیفی هست یا حکم مزید؟ الان ما بگیم مثلا ولی به معنای حاکمه، بعد بگیم ولایت تکوینی یا ولایت چیه؟ تشریعیه. ما میخوام ولایت رو میگم استاد. خود ولایت، کلمه ولایت حکم تکلیفی هست یا مزید؟ چی؟ همون کلمه ولایت حکم تکلیفی هست یا مزید؟ من متوجه سال نمیشم که ولایت بله این قبول ولایته. ماسی میگه آقا قبول ولایت. دقت کردین؟ قبول ولایت حکم تکلیفیه، یعنی به حسب اعتقادی ما باید واجبه که ولایت ولی حق را قبول بکنیم و ولایت طاغوت رو انکار بکنیم. قبول مرحله التزام قلبی و عملیه، ربطی به چیز نداره. بابا الان به حکم عقل اجازه ندید شما. اصلا قبول ولایت حکم حاکم عقله، یعنی عقل میگوید انسان باید در زندگی ولی داشته باشه. حالا این ولی داشته باشه، عقل میگوید که باید این ولی که حق بوده باشه، ولی باطل نباشه. با این مقدمه پاسخ میدهیم. بس بفهمید پاسخ این سوال با رجوع به آیات و روایات
یکی از معانی واژه ولایت سرپرستی به اداره جامعه است به عنوان نمونه امیرالمؤمنین سلام الله علیه پس از بیعت مردم با ایشان و در پاسخ برخی از افراد که توقع نابجایی از اون حضرت داشتن که نظرشون این بودی که از بیت المال نسبت به دیگران باید به اونها بیشتر داده بشه، حضرت اینجور فرمود والله ما کانت لی فی الخلافت رغبة ولا فی الولایت اربة با همزه. به خدا قسم در حکومت کردن بر شما هیچ رغبتی نداشتم و در ولایت و والی بودن نسبت به شما هیچ حاجتی نداشتم. درست شده؟ حضرت الان این سخن رو در کجا داره میگه؟ کسانی که به نوع ولایت اون حضرت و حکومت اون حضرت اعتراض دارن، حضرت فرمود من اومدم به عدالت رفتار بکنم و الا اگر عدالت از بدن حکومت گرفته بشه نه به این حکومت رغبت داشتم نه به این ولایت هیچ نیازی بوده است. این یه نمونه. نمونه دیگر باز حضرت علی سلام الله علیه در جنگ صفین خطاب به اصحابش چنین فرمود اما بعد فقد جعل الله سبحانه لی علیکم حقا. جعل الله سبحانه لی علیکم حقا شاید اینجاست به ولایت امرکم. آیا فرید منو کن من امیرالمؤمنین بر شما مردم حق دارم. این حق از چه ناحیه اومد؟ به ولایت امرکم، چون من والی شما هستم. به آقا گفت ولایت به معنای حاکم نداریم، نه حضرت داره میگه چون من حاکم هستم بر شما، چون ولایت بر شما دارم، خدا یه حقی را برای من نسبت به شما قرار داده است. ادامه بدید ولکم علی من الحق مثل الذی علیکم. همونطوری که من به شما حق دارم شما هم نسبت به من حق دارید. باز در خطبه دیگر از خطب نهج البلاغه میفرماد حق الولی علی الرعیه. خیلی این جمله زیباست. حق الولی علی الرعیه لا تصلح الرعیه الا بصلح الولاد ولا تصلح الولاد الا باستقامت الرعیه.
حق الوالی علی الرعیه آیزیشان چه معنی داره؟ والی یعنی چی؟ یعنی حاکم. حتی میدید پس اینی که ما در آیات و روایات ولایت به معنای حاکم و والی نداریم، از کم اطلاعی و عدم اشراف بر آیات و روایات و الله رجوع کنیم با آیات و روایات. ما چند نمونه خوندیم الا ماشاءالله، هم در آیات و هم در روایات کلمه والی به کار رفته که والی به معنای حاکم می باشد. به این مسئله هم ادامه میکنیم و این مسئله بین شیعه و سنی متفق علیه هست. اون مسئله که ولایت به معنای حاکم هست و ولایت به معنای حکومت می باشد، در هر دو ولایت به معنای حاکم باشه. خب اصل عدم اشتراکی دیگه، درسته؟ در واقع در قاعده الفاظ ما یا قاعده داریم اصل عدم اشتراکی دیگه. بله این تعلق اشتراک چیه؟ ما اینجا بگیم چی؟ بله خدمت تو خود آیات دادم من ولی یک بلا نصیر حق الوالی علی رعیت. دقت کردید؟ پس بنابراین ما داریم این مسئله هم از کردیم شیعه و سنی را قبول دارد. یه جمله فقط یادداشت بفرمایید انما الکلام کل الکلام در رابطه با نحوه گزینش ولی و والی است که آیا انتصابی است یا بفرمایید انتخابی است. خب اینجا دو تا دیدگاه وجود داره، ولی این که ما به معنی والی به معنای حاکم داریم هم شیعه قبول داره هم سنی داره. خب این خلاصه سخن در رابطه با رابطه بین دین و حکومت بود که از انبیا و ائمه گرفتیم که آقا امامت با حکومت با هم مرتبطه، نبوت با حکومت مرتبطه. اینجور نیست که حکومت و سیاست از مسائل دین جدا باشن. اون دسته از انبیا و ائمه شرایط محقق بود حکومت تشکیل دادن و اون دسته از انبیا و ائمه که تشکیل ندادن چون شرایط مهیا نبود، به اگر شرایط مهیا بود اونا هم حکومت تشکیل میدادن. انما الکلام کل الکلام در این است که آیا همین ولایت بله به معنی سرپرستی و حاکم هست که برای امام معصوم هست در اصل غیبت برای ولی فقیه هست یا برای ولی فقیه نیست؟ ما تا اینجا نمونه از سوالات رو که مربوط به بحث دین و حکومت بود به نحو کلی بیان کردیم. با این سوالی که مطرح کردیم بخش اول سوالات تمام میشه، فردا وارد بخش دوم میشدیم، یعنی سوالاتی که مربوط به بحث ولایت فقیه میشود، اونم ولایت مطلقه فقیه. چه سوالات چه اشکالاتی پیرامون این مسئله وجود داره و اگر این سوالات وجود داره پاسخش از طرف کسانی که قائل به ولایت مطلقه فقیه هستند چه پاسخی رو دارن. اگر خدا عمری مرحمت بکنه به شرط حیات و سلامت جلسه آینده وارد بخش دوم خواهیم شد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. من فراموش کردم در آستانه ولادت با سعادت حضرت صاحب و صلاح هستیم. انشاءالله امیدواریم که خدای متعال همه ما را از شیعیان و محبین واقعی اون حضرت قرار بدهد، جهت تبریک میلاد با سعادت اون حضرت
به محضر فرزندشون حضرت مهدی ارواحنا له الفدا و دریافت صله و عیدی از اون حضرت همه با هم به پیشگاه اقدسشون یک صلواتی اهدا میکنیم. اللهم